در فورم ژورنالیستان کشورهای اسلامی که در مسکو با ابتکار گروه روسیه اسلامسکی میر سنه‌های 8-9 دکبر برگزار شده گذشت، سفیر سابق ایران در تاجیکستان سید رسول موسوی از فشار بالای دینداران در کشورهای آسیای مرکزی با شدت تنقید کرده است. او گفته است رهبریت کشورهای آسیای میانه در مناسبت با دینداران سیاست‌های اشتباهی را پیاده نموده فضای امنیتی را تیره می‌کنند. از جمله قید کرده است که مناسبت مقامات کشور تاجیکستان نسبت دینداران اشتباهی بوده. این گونه مناسبت با دینداران تعداد افراطگرایان را می‌افزاید. اونچه که من دارم مطرح میکنم این هست که به دلایل متعددی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان سیاست‌های اشتباهی رو در ارتباط با مخالفین معتدل خودشون در پیش گرفتن. به جای این که فرصت بدن جریانات معتدل اسلامی مثل حزب نهضت اسلامی فعالیت قانونی داشته باشد، در حالی که حزب نهضت اسلامی شریک صلح تاجیکستان بود، در اثر همکاری با دولت صلح رو در تاجیکستان مستقر کردن، متاسفانه به جهت اشتباهات سیاسی که دارن انجام میدن، به جای اینکه فرصت بدن مسائل از طریق سیاسی حل بشه، راه حل امنیتی رو در پیش میگیرن و این راه حل فضا رو امنیتی میکنه و متاسفانه جوانها رو به سمت گروه‌های افراطی هل میده، اونها رو به اون سمت میبره، در حالی که اگر اجازه داده بشه که مردم در فضای آزاد، جوانها به صورت حضور در احزاب سیاسی معتدل قانونی فعالیت بکنن، این اتفاقات نخواهد افتاد. ما امروز یه تجربه بد سوریه رو داریم. تجربه بد سوریه اگر در همون ابتدای امر هم یه سلسله اشتباهات صورت نمی گرفت، شاید چنین بحرانی نداشتیم. به طور مشخص اون بحثی که مطرح است این هست که ضروری است کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با موضوعات مربوط به جریانات اسلامی به صورت فکری، عاقلانه و با تأمل بیشتری برخورد بکنند. وقتی گپ اساساً درباره کشور تاجیکستان رفت، از موسوی پرسیده شد که مناسبت کشورش ایران با تاجیکستان را چگونه ارزیابی می‌کند و آیا این حرفایی که درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته شد اندیشه شخصی خودش است یا که مقامات ایران نیز با این نظرند؟ من فکر میکنم اونچه که بین ایران و تاجیکستان موضوعاتی که وجود داره به طرق مختلف مطرح میشه. الزاما قرار نیست که همه چی در رسانه ها و به صورت علنی مطرح بشه. هم دولت تاجیکستان نظرات ایران رو میدونه و ایران هم نظرات خاص خودش رو داره. یه سلسله موضوعات هم مربوط به مسائل داخلی هر کشورها هست و هر کشوری در داخل خودش کار مربوط به خودش رو دنبال میکنه. اما ایران به عنوان یکی از کشورهایی که نقش اساسی در صلح تاجیکستان داشت و یکی از کشورهای ضامن صلح تاجیکستان بود، نظر خودش این هست که بهتر اینه بین دولت تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یک حزب قانونی، یک حزب معتدل، یک حزبی که شریک صلح تاجیکستان بوده، نوعی مفاهمه برقرار بشود. در جریان صلح تاجیکستان هم همیشه ایران دو طرف رو به صحبت با همدیگر، دو طرف رو به فضایی که بتونن با همدیگه همکاری بکنن دعوت میکرد. بنابراین الان هم کاری که جمهوری اسلامی ایران انجام میده این هست که دو طرف رو تلاش میکنه به یافتن راه حل های سیاسی که نفع و منافع ملی کشور در اون هست راهنمایی بکنه.